با تشبث سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان جشن 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح بلند تجلیل کرده شد که در آن رهبران سازمان‌های بین‌المللی، کورپس دیپلماتی مقیم شهر باکو، نمایندگان بخش خصوصی و سایت اخبار عامه آذربایجان و هموطنان برون مرزی اشتراک نمودند. شورابینی تنتنوی بخشیده به 33 سالگی استقلال دولتی با صدا دادن سرود ملی آغاز یافت. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان ایلهام عبدالرحمن توجه حاضرین را به اهمیت استقلالیت، حفظ ارزش‌های آن و دستاوردهای نظررس مملکت در دوران صاحب استقلالی جلب نموده، سهم ارزنده اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در بنیاد تاجیکستان صاحب استقلال مخصوص تاکید کرد. همزمان دیپلمات تاجیک دورنما و همکاری سودمند فراگیر بین تاجیکستان و آذربایجان را مخصوص ذکر نمود. در چورابینی ادانه کتاب‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عاید به تاریخ و فرهنگ تاجیکان، هنرهای مردمی، گوشه دستاوردهای تاجیکستان در دوران استقلال دولتی به نمایش گذاشته شده طعم‌های ملی معرفی گردید. عکس‌ها، منظره‌های زیبای مملکت، نمونه‌های صنعت ملی تاجیک از جمله لباس‌های ملی و اسباب‌های موسیقی که در این چورابینی به نمایش گذاشته شده بود دقت بازدید کنندگان را بیشتر به خود جلب نمود. استقلال دولتی بزرگترین ارزش و دستاورد ملی مردم تاجیک میباشد. امروزها تاجیکستان با شرافت زحمت و تلاش‌های خسته‌ناپذیر اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ثابت قدمانه رشد می‌یابد. مناسبت‌های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان 29 می سال 1992 برقرار گردیده. سال 2007 در دوشنبه سفارت آذربایجان و سال 2008 سفارت تاجیکستان در باکو افتتاح گردید. دوام 33 سال روابط دیپلماتی بین تاجیکستان و آذربایجان بیش از پیش گسترش یافته. مکانیزم‌های مؤثری همکاری بنیاد و دولت‌ها به نتیجه‌های نظررس نائل گردیدند که امروزها به نفع دو خلق دوست و برادر خدمت می‌نماید. تکانی مثبت و ثمرناک در استفاده وسیع امکانات و گسترش همکاری بنیاد اقتصادی و موفقانه تاجیکستان و آذربایجان که امروز سطح بلند کسب کردند، این چنین بلند برداشتن نقش منطقوی دو دولت، سفرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به جمهوری آذربایجان و سفرهای رسمی پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیف به تاجیکستان میباشند. برای توسعه مناسبت‌های تاجیکستان و آذربایجان که بر پایه تحکیم دوستی، همدیگر فهمی، احترام و اعتماد همدیگر اساس یافتند، سمت‌های مشخص همکاری معین گردیدند. از روی نتیجه‌های فرم صاحبکاری تاجیکستان و آذربایجان که 20 می سال جاری در دایره سفر رسمی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به آذربایجان صورت گرفته بود، بیش از 200 نفر از هر دو جانب اشتراک نمودند که از روی نتیجه‌های آن زیاده از 15 سند نوی همکاری به مبلغ 700 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا به امضا رسید. در دوره برگزاری روزهای فرهنگ تاجیکستان در مرکز حیدر علیو شهر باکوی جمهوری آذربایجان نیز نمایشگاه محصولات هنرهای مردمی، لباس‌های ملی و صنعت تصویری و آرایشی تاجیکستان دایر گردیدند. یادآور می‌شویم که از 20 تا 23 می سال 2024 نیز روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در شهر باکو و گنجه جمهوری آذربایجان برگزار گردیدند.